ما میگم هیچ مادر نگوی که من رباند جهاد. فقط یک هفته را چیز حکایات صحابه را بحث جهاد برش همونجا حکایت کرده برو که دیگر از مادر برات میگه که بچم وقتی جهاد است. تو نشنیدی؟ هر چیز برای خود چی داره؟ حکمت داره. تو نمیشه بره مادر هستی ما میرم جهاد. نه، اون جمع او طور در جهاد برو که هم پشت دعا کنه که بچه مرا الله روی سرخ کنه، کامیاب کنه. اون طور برو. نظام خانواده بسیار مهم است. قرآن چقدر تاکید سیکو در این طور موضوع یک طرف میگه زنها و اولادتان چیست؟ دشمن است، از پیش خیلی احتیاط کنه. خب باز چی میگه؟ چون که این امر واقع شده نیست. الله برای ما آداب نشان میده که به این سیستم شما بینتان چی جربه. از همون خاطر است یک بچه یک دفعه امر کردی بخی نماز بخوان نخوان، حالی تو نشه که برو دیگه در خانه نمیمانم تا. نه، تعلیم بده، کسیت سرش بشنوان، از یک کسی دیگر آموخته کو دوستی تا که نصیحت بکنه. بسیار شیوه ها وجود داره برای اصلاح. از همه شیوه ها باید تو کار بگیری. قطع اقارب، قطع تعلقه را یک دفعی نکنی قطعا. فقط در صدد اصلاحش باشه که کدام طریق من میتونم کامیاب میشم که را اصلاح کنم.